افزایش میدان کشت سبزوات و پالزی‌ها در گرمخانه‌ها و پرورش زیر پلانکگی آنها برای فراوانی بازار کشور و غنی‌گردانی بودجه خودروهای خرد و میانه جمهوری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. این است که دهقانان خودروهای خرد و میانه ناحیه شهرینو سال تا سال میدان کشت سبزوات و پالزی‌ها و دیگر نماد زراعت‌های بروقتی را موافق طلبات بازار داخلی و بیرونی زیاد نمودند فایده خوب به دست می‌آورند. اکنون همین حاصل خوب گرفتند. اول زمین ها را خوشروی نرم کردن در کار، چاپوک های خوشروی کردن در کار، داره ها را از وقتش کتی دادن. چند اگر زمین را ما دوست داریم زمین ما با البته حاصل خوب دادنش ممکن. ما کوشش میکنیم که سبزوات تری تازه کتی همون تمام جمهوری ما اکنون بسیارتر ما میدانیم که همین اهالی شهر ما تامین کردن ما در کار. عین حال در تمام میدان‌های خودروهای دهقانی حدود ناحیه شهرینو کشت بهاری آغاز شده. پرورش سبزوات و پالزی‌ها در زیر پلانکه‌ها براه مانده شده است. پرورش نوع‌های گوناگونی قلفینه، پمیدور بادرینگ و سیرپیاز و گلکلم را عین حال میتوان در زیر پلانکه‌ها و میدان‌های کشاد خودروهای دهقانی مشاهده نمود. مهنت میکنیم که همین خیلی که وقتی حاصل گرمی نبرآمده و این حاصلا بر وقت بازارهای تاجیکستان ما رو مملکت ما رو با همین میوه‌های تر تازه آباد کنند، تامین نمایند. با غیر از بادرینگ پمیدار ما چسنوک پروری هسته، پیاز میکاریم، مهنت میکنیم. حاضر همین در تاجیکستان وقتی که ما مهنت میکنیم اوهی خیلی آبادی هسته هیچ که خور نمیشود. ما هم پول مثال مزد مهنتمون میگیریم. با وقتی حاصل برآمد دهقانا ما یاردم میتین مثال میوهش حاصل میبریم. اویلر روزگار رو تامین میکنیم. مشغولیت اساسی مردم دهات ناحیه شهرینو کشاورزی بوده. با نظر داشت امکانات‌ها ساکنان کوشش می‌نمایند که رشد استحصال محصولات تر و تازه را افزون نموده در تامین امنیت عضوخواری کشور سهم ارزنده گذارند. با این مقصد هر وجب زمین حاصلخیز از جانب دهقانان زحمت‌کش این منطقه ثمرناک استفاده برده می‌شود.